فوق دیپلم تبلیغات دارم. قبلش یه دانشگاه بودم اخراج شدم. ولی کلا سر چی اخراج شدی؟ که دوستامو دیدم بعد از مدت‌ها، نمیدونستم اصلا تو اون دانشگاه است. خانم یا آقا؟ خانم بود. آها. از دور دیدمشون، خیلی هیجان زده شدیم جفتمون که بعد از سالها اینجا هم دیگه رو دیدیم. خیلی هیجان زده شدیم دیگه، برای همین مثلا دویدیم هم سمت هم و حراست خوشش نیامد. از اینکه دویدید سمت هم؟ نه دیگه، خب رسیدیم به هم یه جایی. از اینکه رسیدید به هم خوشش نیامد. خوششون نیامد. حراست اینجوری دست منو گرفت، گفت بیا بریم کارت دارم. دیگه همون درست کردن دیگه، همه کار بوروکراسی اداریشو کردن و منو اخراج کردن.